نسیم صبح، آرزوی نو، امید نو، زندگی نو و یک روز نو. مبارک شنوندگان عزیز، آغاز باز یک روز نوی زندگی برای شما برای کامیابی ها را تمنا میکنیم و برنامه را مستقیما ادامه میدهیم. شما ما را از رادیوی تاجیکستان میشنوید. گمان میکنم که البته در ادامه نیز ما را همراهی میکنید و زنگ میزنید 227 16 227 620 رقم تلفن های ما در استودیو است. امروز تاریخ این بخش با شما در ارتباط خواهیم بود. مهمان نور دیده تاج سر، مهمون در نسیم صبح. دوستان گرامی شنوندگان عزیز، مهمان این بخش برنامه ما هستند یک نفر بانویی که جوان است ولی از نگاه من او توانسته در راه انتخاب نمودن موفق گردد. اگر من نام او را به زبان گیرم شاید شما او را شناسید. شما او را بسیار دیدید شنوندگان عزیز. خب او کیست؟ یاسمن شاکرова که عین حال در انسامبل بانوان چمنی فیلارمونی دولتی تاجیکستان به نام اکا شریف جوری فعالیت میکند. اصلا او را همچون یک نفر هنرمند قانون نواز میشناسند. در برابر این یاسمن شاکرova رباب نیز به دست میگیرد، رباب نوازی نیز میکند. یعنی بسیار نوازش های خوب هم کرده است، نوازش های مرغوب و راحت بخش ایجاد کرده است که در جریان برنامه شما شنوندگان عزیز خواهید شنید. قبلا من خوش آمدید میگویم یاسمن را به برنامه. تشکر زیاد. سلامت باشید. ما نیز از شما اظهار سپاس میکنیم برای دعوت ما را پذیرفتند. اگرچه سرکار هم بودند یاسمن، ولی من احساس کردم از طرز سخنرانیشان، از هر یک حرفشان که نسبت به رادیو، نسبت به کارمندان رادیو، نسبت به خود، نسبت به هنر خویش احترام دارند. واقعا من این چیز رو احساس نمودم و انا همین گونه احترام و محبت من گمان میکنم از جانب ما، از جانب شنونده های ما نسبت به شما هست و همین است که امروز ما شما رو به برنامه دعوت کردیم. تشکر زیاد. درود و سپاس به شما و شنوندگان رادیوی تاجیکستان. از فرصت مناسب استفاده نموده صبح همه ما و شما را به خیر شادی میگویم. بگذار روزی خوب و خاطرمان، روزی پر از فرح و شادی، روزی پر از برکت داشته باشیم. سلامت باشید. همین گونه تمنا رو از جانب ما نیز بپذیرید و من فکر میکنم اگر هر یک شخص هر یک روز رو با نقشه، با آرزوهای نو استقبال بگیرد و در این قطار تلاش کند موفق میشود. همین طور نه؟ بله. شما در حیات همین چیز رو احساس کرده؟ بله درست. انسان وقتی که همیشه از پی تلاش، از پی مبارزه حیات میشود، البته که موفق میشود در آینده. بگذار شما و همه شنوندگان ما در زندگی موفق باشند. طور ابراز داشتیم برای موفق شدن انسان باید کنج آرام ننشیند، همینطور نه بلکه تلاش باید بکند. ما برای میخوایم با شما به همه شنوندگان عزیز و یاسمن گمان میکنم شنونده ها الکی انتظار هستند که شما یک آهنگ برای آنها پخش بکنید. یک آهنگ باشد یا قانون مینوازید یا رباب مینوازید، اختیار شما را هست. من میخوام که در آغاز صحبت، در آغاز روز تب شنونده های ما بالیده گردد. تشکر زیاد. من میخواستم این زمان با ساز موسیقی قانون که یک آهنگ زیبای نام دارد با نام نازنین عاشق از آهنگ ایرانی است، بهر بالیده خاطری شنوندگان رادیوی تاجیکستان این آهنگ پخش گردیده باشد. میشنویم شنوندگان عزیز. مرحمت.
шунавандаои азиз, ман фикр мекунам ки шуморо хуш омад. Худро хеле роҳат эҳсос кардед зимни шуниндани ин оҳанг. Ҳамин тавр не воқеан ҳам ман метавонам бигӯям ки гаштаю баргашта чанд маротиб як хоҳиш дар ман пайдо шуд ки ин оҳангро бишнавам. Фикр мекунам ки як заҳмате чун инҷо аз ҷониби ҳунармандон сарф шудааст, самар додааст. Ва ташаккур мегӯям ба Ёсуман ва ба ҳамаи онҳое ки дар ҳамин самт заҳмат мекашанд, талош мекунанд. воқеан иброз доштем ки Ёсуман Шокироваро ҳамчун як бонуи қонуннавоз дар навбати аввал мешиносанд. хуб, бед дар мавриди ҳамин асбоб чанд ҳарф бигӯед. чӣ гуна ба дасти шумо афтод? Чӣ гуна шумо хостед ки шумо бояд маҳз қонун ба даст бигиред, қонуннавоз бошед? Ва фикр мекунам ки муваффақ ҳам шудаед ва ин аз он дарак медиҳад ки шумо шавқ доред, муҳаббат доред нисбат ба навохтани асбобҳои мусиқӣ, бахусус қонун. марҳамат. ташаккури зиёд. Ман аслан созҳои мусиқии халқи тоҷикро бисёр дӯст медорам. ҳар як сози мусиқӣ вобаста ба иҷроишаш, вобаста ба нозикиҳои худаш як ҷолибияти худро дорад. Садои бисёр ҳам дилнишин дорад ҳар як сози мусиқӣ. ва вақте ки ман бо сози мусиқии қонун навохтани мусиқиҳоро оғоз намуда будам, пеш аз оғози омӯхтани сози мусиқии қонун роҳ оварда будам ба сози мусиқии рубоби қашқарӣ ки аввалин маротиба устоди аввалини ман Улмасов Хушбахт дар шаҳри Исаравшан дар мактаби санъат ин сози мусиқиро ба ман омӯзониданд. ва вақте ки дар соҳаи фарҳанг ва санъат фаъолияти кориро оғоз намудам, бо сози мусиқии қонун ошноӣ пайдо кардам. ва чӣ хеле ки мегӯянд ки ҳамин сози мусиқии қонунро дар оилаи мо бародари азизам, ҳамчунин апаи калониам иҷро мекунанд дар оила. ҳамин муҳити оилавӣ сабаб гашта ки ман ҳамин сози мусиқии қонунро хубтар омӯзам ва мусиқиҳои гуногунро бо ин соз иҷро карда бошам. ва айни ҳол мехостам, чӣ хеле ки сухан дар бораи рубоби қашқарӣ рафт, мехостам баҳри мухлисон як оҳангеро ки ном дорад хонаи мо, ин суханҳояш ин тавр мебошад: хонаи мо он қадар ҳам дур нест, гарчи дар чашми шумо манзур нест. мехостам бо сози мусиқии рубоби қашқарӣ инро ба мухлисон пешкаш карда бошам. марҳамат. бо ҳамроҳии шунавандаҳо таваҷҷӯҳ мекунем. ташаккур. раҳмати калом.
تشکر زیاد. گمان میکنم شنونده ها نیست در قطار ما راحت کردند. یک نوازش خیلی خوبه بود، به گوش خوش رسید، ما رو به اندیشه کردن وادار ساخت. اینک در خط تلفن یک نفر شنونده هست، شاید یک نفر مخلص شما است، میخواد با شما سوال بدهد. بشنویم که او چی میگوید. الو. السلام علیکم. السلام علیکم. با کارمندان رادیوی تاجیکستان احسن و سپاس و درود. خیلی موسیقی خوشنواز و دستکشان درد نکند. من حاضر موجی شما پیوست شدن. نامشان چی بود اینه؟ یاسمن شاکرова. یاسمن شاکرова و احسن و سپاس. این کس گفتن اسباب موسیقی قانون با خوشی رو خوبتر می نوازن به فکرم. بله؟ البته. انامین از چی تیار می شد؟ اگر باز یکان آهنگی بهترین نوازن خوبتر و بهتر کارشان با موفقیت التماس خواهشی مخلصه رد نکنن، باز یکان آهنگی دلنواز برای مخلصان نوازن. با شما تشکر، با کارگردان رحمت. سپاس برای توجه برای زنگ تلفنی. یاسمن، من گمان میکنم که شما همیشه آماده هستید که خواهش شنونده ها مخلصان خود را اجرا کنید، همین طور نه؟ بله، کوشش میکنیم. سراوا درود و سپاس به شما شنونده عزیز. خیلی شاد شدیم از سوالی که به ما پیشنهاد کردید. سوال بینهایت با مورد بود. ساز موسیقی قانون چخیلی که گفتن از چی آماده می شود، از چی تیار کرده می شود. عموما تاریخ این ساز موسیقی خیلی هم طولانی است. من میخواستم فشرده اون رو بهر شنوندگان گفته باشم. بله، ساز موسیقی قانون از راه 8 در سمرقند ساخته به استفاده داده شده است از جانب ابوحفص سغدی و این ساز موسیقی تاریخ خیلی طولانی دارد. از 75 سیم ها عبارت می باشد، سیم هایی که به ساز موسیقی وصل می شوند. از تارهای سگانه عبارت می باشد. این چونین خیلی که گفتند از چی آماده کرده می شود؟ از چوب هایی که بسیار هم مستحکم هستند آماده کرده می شود و شکل تراپزیوی داشته از 75 گوشک عبارت است. خیلی که سازهای موسیقی ما رو اگر که اعتبار دیم همش از عبارت از چوب، پوست، سیم و دیگر جزوهای علاوه‌ای که سازهای موسیقی رو دلنشین می‌گردونن برای صداشون رو بلندتر کردن و فورم‌تر گردونیدن. از همین چیزها عبارت می باشد و می خواستم خیلی که درخواست شد این زمان می خواستم با ساز موسیقی قانون یک آهنگ دیگر که نام دارد آهنگ گل بهار. مؤلف این آهنگ استاد عزیز نورعلی شیرمتوف می باشد که محض با دستگیری این نفر همین آهنگ در کمیته تلویزیون و رادیوی نزدیک حکومت جمهوری تاجیکستان ثبت گردیده بود. آن را میخواستم پخش گردنده باشه. بیاید شما دوی عزیز همراه میشنویم.
شنوندگان عزیز، ما بار دیگر تشکر میگویم به یاسمن شاکر و برای پیشنهاد باز یک نوازش و یا آهنگ خوش و مرغوب. سپاس با شما. 227 60 227 60 20 است شنوندگان عزیز، رقم تلفن های ما در استودیو. شما می توانید همین لحظه ها با ما زنگ بزنید و مهمانی برنامه ما یاسمن شاکر و که هم قانون می نوازد و هم رباب می نوازد، یعنی توجه زیاد به نوازندگی دارد، توجه محبت به سازهای موسیقی دارد، بدهید او آماده است و سوال های شما پاسخ بگوید و خواهش هایتان را اجرا کند. خوب، باز شنونده ها زنگ میزنند، سوال های ما هم هست به یاسمن، اما احترام شنونده و یا مخلص بالاتر است، همین طور نه؟ میشنویم شنونده رو. الو. سلام علیکم. سلام علیکم. کی رو میشنویم؟ مرحمت. روز بخیر باشه. بخیر. من تنهایی شمس‌دین هستم. خوشآمدید میگم به مهمان شما را. یک چیزی پرسان هستم که من موسیقی که صدا داد زنده بود یا ساخته بود؟ خب همین لحظه ها به شما پاسخ میگوید. خودی سلامت باشید. یاسمن. تشکر زیاد. خیلی که پیش از پخش این آهنگ گلبهار قید کرده گذاشتیم. این آهنگ از جانب انسامبل دریای کمیته تلویزیون و رادیو نزدیک کمیته جمهوری تاجیکستان زمان با دستگیری های این انسامبل با راهبری استاد صنعت نورعلی شرمتوف روی ثبت آمده بود و این آهنگ بسیار محبوبیت پیدا کرد بین مخلصان و شنوندگان و البته که این آهنگ ثبتی بود. وقتی که من اینجا حضور دارم با ساز موسیقی رباب قشقری، وقتی که این آهنگ را پیشنهاد کردیم، آهنگی پیشتر که بود، این به طور اجرایش زنده بود. بله شنوندگان عزیز، ما چندین مراتب یاسمن را دیدیم که سازی قانون می نوازد، خیلی زیبا می نوازد. خب امروز البته بعضی مشکلی ها هست، امکان نشد که به استودیو همین اسباب موسیقی را آورن، ولی با خود رباب را آوردن. همین لحظه ها آماده هست یاسمن برای شما یک کمی باز یک نوازش دیگر رو به سمعتان برساند. مرحمت یاسمن. تشکر زیاد. آهنگی که اجرا می شود با ساز رباب قشقری نام دارد محبت. بگذار همیشه محبت به نزدیکان، محبت به اویلم، محبت به این کشوری عزیز و آباد داشته باشید و دوستدار این وطن باشید. زندگی زیبا این خود محبت است. بله درست. مرحمت. سپاس با شما یاسمن. تشکر. مهمانی برنامه ما هستند یاسمن شاکر و یک نفر بانو و یا هنرمندی که توجه به نوازش سازهای موسیقی دارند، از آن جمله قانون و رباب. باز در خط تلفن یک نفر شنونده است، میشنویم. الو. لبای ما شما رو میشنویم. خنده خورشید تابان از برایم دولت است، صبح پاک تاجیکستان
از برایم دولت از سلامی پرمهری مرا بپذیرید کارمندان رادیوی تاجیکستان و این مهمانی برنامه شما. اول آن را خوش آمدید میگویم و یک خواهش دارم که 4 مصرع رباعی خلقی با فرق ندارد و همین اسباب موسیقی برای ما زنده سرایت. باقی به شما خانه آباد تن صحت. تشکر زیاد. خب واقعا هم من میخوام بگم که یاسمن در یک عائله و یا خانواده ایجادکار اشخاص هنرمند تولد شده است. مثلا میتونیم بگیم که مادرشان مصرع‌های شعری میآورند، بانو شاکر و گمان میکنم که بسیاری شنونده های ما او را میشناسند و خواهر بزرگشان گلبهار شاکر و او هم هنرمند است. او ترانه میسراید در انسمبل 6 مقام همین طور کار و فعالیت دارد. ما با او چندین مراتب صحبت ها انجام داده بودیم، یعنی که شنونده های عزیز آگاه هستند. واقعا هم یاسمن به شما تاثیر نکرده که شما هم به سرود توجه بکنید، سرود بخوانید؟ تشکر زیاد. من سرایندگان را بسیار دوست می‌دارم، از آنها الهام میگیرم و سرودهایی که آنها زمزمه میکنند کوشش میکنم که همون درد، همون شادی، همون چی که سرانده ها میخوانند با سازهای موسیقی برآورده باشم. یعنی که سازهای موسیقی نیز سحر دارند، یعنی که میتوانند اون سازهای موسیقی به عالم افسانه ها برند انسان ها رو درست تربیه نمایند. به این خاطر میخواستم بیشتر رو آورده باشم به سازهای موسیقی و با همین سازهای موسیقی سرودهای بهترین رو بهرشان اجرا کرده باشم. مادر مصرع‌های شعری ایجاد میکند، خواهر بزرگ گلبهار شاکر و میسراید، یاسمن شاکر و باشد زیر این همه آهنگ مینوازد. همین طور نه؟ بله. سلامت باشید. یک نفر شنونده دیگر انتظار هست و من فکر میکنم که یاسمن شاکر و میتواند برای شما چند مصرع شعری رو خیلی زیبا قرائت بکند. همین طور نه؟ ما با شنونده ها بعدا میدیم در جریان برنامه. بیاید این حال باشد شنونده رو بشنویم. الو. لبای. سلام علیکم. سلام علیکم. مرحمت. شما رو میشنویم. الو. نه بابا شریف معنویه همدانی. تشکر به شما. مرحمت. شما رو میشنویم. یعنی یاسمن التماس دارم که اما آهنگی که خونه ما خدر دور نیست که یک بار یک تکرار کنم، یک بار گوش کردم خیال کنم که در آسمون پرواز کرده شدم. تشکر زیاد. سلامت باشه. تشکر. مرحمت. خب معلش به طور پرانی به طور فشرده البته اجرا میکنیم. تشکر زیاد. واقعا هم شنیدن سرود و موسیقی اصلا همه وقت برای انسان میتواند یک تاثیر برساند، به خصوص در سحرگاهان و این را روانشناسان نیز بارها گفتند. انسان را به اندیشه کردن وادار میسازد و اگر شنونده از متن همان آهنگ آگاه باشد، یعنی همان سرود را داند، در مورد معنی سرود باز اندیشه میکند. یعنی میتوانیم بگیم که سرود و موسیقی اگرچه به انسان فراغت میبخشد و باز تربیه نیست میکند انسان را. همین طور نه؟ خوش به حال آن هنرمنده که
زحمتش ثمر می‌آورد و همین گونه آهنگ‌ها و یا سرودهای ماندگار ایجاد می‌کند. ما بار دیگر خاطر رسان می‌کنیم مهمان برنامه ما هستند یاسمن شاکر و هنرمند سازنواز که بیشتر توجه دارد به قانون و ساز رباب. 22760 رقم تلفن های ما شنوندگان عزیز مرحمت زنگ بزنید و اینجا من میخوام که یک چند سوال و یا اندیشه های شنونده ها رو به سمع شما یاسمن برسانم. اینجا یک نفر شنونده ما چی میگوید؟ برای یاسمن چگونه جوان پسند است؟ او در مورد عشق چه اندیشه دارد؟ آیا عشق بار مهمان قلب او شده؟ تشکر. عجیب است برای شنونده از روزگار، از یک پهلوی روزگاری هنرمندی پسندیده‌اش آگاه بودن، همینطور نه؟ بله درست. البته که زندگی با عشق، محبت، دوستداری زیباست. وقتی که انسان بداند که یک کسی در یک گوشه زیاد یک کس رو دوست می‌دارد، یعنی که ما اگر که دانیم که در زندگی یک دوست داریم، یعنی که یک مهربان ترین نزدیکترین شخص هست، ما انسانی خوشبخت‌ترین خود را احساس می‌کنیم در زندگی. و چه خیلی که سوالی شما پیشنهاد کردید سوالی مشتری. بله اصلا معنی سوال همین گونه است که با یاسمن چگونه جوان پسند است؟ البته که صنعت دوست، انسانی خاکسار، انسانی باشد که قدرشناس، قدردان باشد، همین گونه انسان. بله همه هنرمندان همین را میگویند، یعنی صنعت را دوست دارد، هنری ما را دوست دارد، اعتراف کند و ما رو همین گونه بپذیرد. بله درست. و یاسمن نیز از قبیل همین گونه هنرمندان است. این از آن دلالت میکند که هنرش را دوست می‌دارد. یاسمن نسبت به هنرش احترام دارد. این خوب است و باعث موفقیت نیز می‌شود. شنونده دیگر میگوید که یاسمن کتاب می‌خواند. بیشتر به آثار کدام ادیبان شما توجه دارید؟ تشکر زیاد. من بیشتر در دوره‌های دانشجوییم زیاد کتاب مطالعه می‌کردم. از اشعار کلاسیکان فارس تاجیک بسیارتر غزل‌ها را می‌پسندم و بیشتر توجه دارم به شعر و غزل و دو بیتی‌های شاعران کلاسیک و معاصر. خب در همین لحظه برای شنونده‌های ما اندک بیشتر گفته بودیم که چند مصرع شعری اگر خوب است قرائت بکنه. بله درست. چه خیلی قین شما قید کرده گذاشته بانو شاکر و مادر عزیز ما و گلبهار شاکر و خواهر کوانی هم با هم‌آوازی یک چند سرودها را آماده و پیشنهاد کرده هستند. میخواستم در وصف مادر یک شعر را قرائت کرده باشم که محض به خاطر مادر بخشیده شده است و میخواستم که یک سرود در وصف مادر از جانب هنرمند جوان گلبهار شاکر و پخش کرده باشد. اما قبلا قرائت شعر گفتیم. بله. مادرم در روز عیدت من چی را سوغا کنم؟ مهر پنهان دلم را من چه سان افشا کنم؟ گر متاع تحفه بنمایم گردد بی نشان، دسته گل هدیه سازم تیز می گردد خزان. پس چرا در روز عیدت تحفه بنمایم که آن ماند از من بهر تو چون یادگار جاویدان؟ مادرم من تحفه بر تو می کنم این شعر خود تا کی باشد جاویدان و جاویدان گردد سرود. اینک من میخواستم با صدای گلبهار شاکر و در وصف مادر به کل مادران از جمله به مادر عزیزم این سرود تحفه گردد. بسیار همراه میشنویم. خود را ادای مادری غمخوار میکنم، سجان فدای دیدنی دیدار میکنم، سجان فدای دیدنی دیدار میکنم. جانم میساری زحمتی شب زنده داریش، جانم میساری زحمتی شب زنده داریش. سر را به پایین گلی بیخار میکنم، خود را ادای مادری
داری غمخوار میکنم. باز هم تمنای ما همین است که همه مادران همیشه سلامت باشند. سلامت بودن آنها برای ما یک دنیا است. همین طور یاسمن و فکر میکنم که هر کدام از ما و شما حرمت و احترام مادر، من والدین رو، پدر و مادر رو برای خود مهم می‌حسابیم. مهمون نور دیده تاج سر مهمون در نسیم صبح. برنامه رو ادامه میدیم. شنوندگان عزیز میتوانید زنگ بزنید 227 60 227 60 20 رقم تلفن های ما در استودیو. شنونده هست. الو. سلام و درود میسراتون. استودیو زیباتون بخیر و مبارک باشد و همچنین درود به کل شنوندگان و مهمان برنامه رو خیر مقدم میگیم. قدم مبارکشون رو با افیر. مرحبا. سلامت باشید. چه سوالی دارید شما؟ تشکر زیاد. میخواستم دو سوال پیشنهاد کنم برایشون. میوه‌ای که البته همه میوه ها رو دوست داشتنیم، اما میوه‌ای که این کس بیشتر دوست می‌دارن و گلی که دوست می‌دارن این کدام های است؟ سلامت باشید. تشکر زیاد. پاسخ میگوید به این سوال ها. مرحبا. تشکر. بسیار سوالی جالب. اساسا من تمام نمود میوه ها رو دوست می‌دارم. وابسته به موسم سال، وابسته به چیزی که میگن هر یک میوه در ترکیبش ویتامین ها از ویتامین های گوناگون بای است. انسان نمیتواند یک تاش رو دو صورت فقط همون رو استعمال کند و با همون قناعتمند باشد و من همش رو استعمال میکنم با وقتهای ضروری، با امکانیت، لیکن بیشتر من دوست میدارم میوه انار رو. از گل ها نیز سوال کردن. عادتا من همین طبیعت زنده، میوه ها، رستنی ها، عالم حیوانات، نباتات رو بسیار دوست میدارم و گل ها نیز همه از دیگر خوشروترند، خوشبویترند، لیکن چخیلی که میگویند از همه پسندیده ترین برای بانو این گل های صدبرگ سرخ می باشد. سلامت باشید. و واقعا هم هر یک بانو گل رو دوست می‌دارد. همین طور نه؟ اگر من نمیدونم شاید هستند بعضی ها که میگویند چرا گل آوردی، جوی همون مبلغ رو به من میآوردی خوبتر بود، ولی من دیگران رو نمیدونم. خود من یک دانه گل رو با چقدر ارزش بلند عوض کردن نمیتوانم. باور کنید گل زیبا است و وقتی که به شخص تحفه میکنند آن زیبایی بیشتر احساس میشود و باز محبت را زیاد میگرداند. بگذار بانوان ارزنده هستند، همیشه از جانب اطرافیان
تحفه بگیرن و این تحفه گل باشد. خب سلامت باشید. در مورد میوه گفتیم. خوب است که عموما ما جوی هر گونه غذاها که به سلامتی بر ارگانیسم زیان دارد، بعضی ها بیشتر نان استعمال میکنند، جوی این از میوه استفاده برند. همین طور شما هم ابراز باشید و شنوندگان ما خوب میدونن که میوه ها از ویتامین ها بای هستند و برای سلامتی مفید. خب باز یک نفر دیگر در خط تلفن است، او رو هم میشنویم. الو. سلام پادیان مهربانم، خوشحال هستم. اینوهی جلالدین بلخی. سلام. مهمان ما خواهش میکنم 4 مثال رو درباره مادر میفرمایید بسیار شد. شنونده ما با فکرم اکنون با ما پیوست شد. من میتونم بگم که مهمان برنامه ما سراینده نه، بلکه نوازنده است. نوازنده سازهای ملی از قبیل قانون و رباب. چی میگید شما با این خواهش شنونده؟ با خواهش شنونده میتونیم جواب دهیم که حالا کمی فرصت مانده است تا خاتمه یافتن برنامه ما. با ساز موسیقی قانون یک آهنگ باز دلنشین که نام دارد رقص بخاری و این آهنگ خلقی می باشد، از جانب هنرمند مطرب چیره‌دست حسین شریپوف تکمیل یافته است و این آهنگ ثبت شده است و می توانیم این آهنگ را با این مخلص ما پیشنهاد گردانیم. بگذار در انجام برنامه این آهنگ پخش می شود. وقت هم کم مانده است. یاسمن البته آرزوها زیاد هستند، نقشه ها زیاد هستند. من می توانم بگم که شما حالا کوشش میکنید که باز به آرزو و نقشه های دیگری خود برسید، اما می توانم بگم که شما یک کمی از آرزوهای والدین را برآورده کردید امروزها. ذره باشد هم فکر میکنم برآورده کردم، لیکن باز آرزوها و آرمانهایی که در دل والدین ما عموما در وجود ما هست باید آنها رو نیز برآورده کرد. بله. وقتی که پدر و مادرم در زندگی کسب‌های دیگر رو انتخاب کرده بودن، یعنی که آموزگاری، بعد پدرم به سایه ساختمان کار میکردن، آنها از سن خردسالی شوق و رغبت زیاد داشتن به عالم صنعت و هنر، موسیقی، ولیکن با وضعهای اجتماعی، اقتصادی و محیط اطراف نگذاشتن که همین آنها در سایه صنعت تحصیل کرده باشند و سایه صنعت را انتخاب کرده باشند، نه که با مرور وقت آنها توانستند که در مؤسسه‌های کسبی ادامه تحصیل نمایند در سایه صنعت. و فکر میکنم که موفقیت هر یکی ما، یعنی فرزندان، موفقیت یعنی که باعث خوشنودی والدین میگردد. امروز فرزندان در جدای صنعت زحمت میکشند. بله درست. و این هم یک موفقیت است، خوشبختی است برای انسان که خواهش مادر رو به نظر میگیرد. همینطور نه؟ و گمان میکنم آرزوی خود شما هم بود، یعنی که نه تنها خواهش مادر، وقتی شخص موفق میشود در نوبت اول عامل موفقیت گمان میکنم این تلاش خودی است، ذوق و خواهش و آرزوی خودی است. همینطور نه؟ بله درست قید نمودید. من یکم سوی اقتصادیات تحصیل کرده بودم، لیکن چه خیلی که میگویند این ذوق اگر که به یک ساحه که رفت همون رو باید ادامه داد. یعنی که من سوی صنعت رو دومین ساحه انتخاب نمودم، لیکن عین زمان باشد با سوی صنعت کار فعالیت میکنم. یعنی که این به من هر روز یک الهام بخشنده است. اون کاری که ما دوست میداریم باید ادامه دهیم، باید برای رشد همین ساحه خودمون سهم خودمون رو در جامعه، در کشور عزیزمون گذاشته باشیم. امروز توجه شما به همسالانتان چگونه است؟ چه اندیشه‌ای در سر شما دور میزند؟ تا کدام اندازه جوانان تلاش میکنند در زندگی برای موفق شدن، برای به آرزو و مقصدهای خود رسیدن، برای در جامعه بهره رشد و آبادی میهن خود نقش گذاشتن؟ بله درست. جوانان ما عین زمان بسیار هم از جوانان سالهای پیشین بسیار هم چست و چالاکند، همیشه پی آموزش هستند، زبانهای خارجی و برنامه‌های کامپیوتری را بسیار خوب از بر کرده ایستادند که این یک زینه موفقیت است و من تمنا میکنم که جوانان ما قوه پیشبرنده آینده کشور می باشند، همیشه در ساحه انتخاب کردهشان موفق و سربلند و کامیاب باشند.
تشکر زیاد. شنوندگان عزیز، وقت هم به انجام میرسد. من بار دیگر به یاسمن شاکر و تشکر میگویم برای مهمان برنامه ما بودن. گمان میکنم که از صحبت او شما نیز توانستید بسیار چیزها را آموزید. یعنی مهم سن و سال نیست، مهم آموختن است، مهم در زندگی اندیشه داشتن است که ما در یاسمن این چیز رو احساس کردیم و در فعالیت من بعده یاسمن برایش قرار میخواهیم. بار دیگر خوش آمدید. تشکر زیاد. شما سپاس به کارمندان رادیوی تاجیکستان اظهار سپاس مینمایم که مرا به این برنامه زیبای نسیم صبح دعوت نمودن. همیشه موفق و خوش روز بمانید. سلامت باشید. دوستان عزیز، نسیم صبح با پخش یک آهنگ مرغوب دیگر به انجام میرسد، اما برنامه‌های دیگر از رادیوی تاجیکستان ادامه دارند. همراه ما باشید.